سفاریان برادران یعقوب ابن لیث و عمرو ابن لیث حکومتداران سلاله سفاریان در کشور خراسان بزرگ بودند. سلاله سفاریان بعد از زوال طاهریان سال 873 سر قدرت آمدند. سرسلاله خاندان سفاریان لیث که به مسگری مشغول بود و با زبان عربی این شغل را سفار می نامند. 4 پسر داشت. در ایام نابسامانی میانه های قرن 9 همگی به جنگ و سپاه سر و کار داشت. طاهر و علی در خدمت دیگر سرکرده های حربی آن روز قرار داشتند و یعقوب و عمرو باشد به عیاری یا به تعبیر دیگر برازنی مشغول بودند. خلیفه بغداد برای فرو نشانیدن آشوب خارجیان در خراسان و سیستان صالح ابن نصر را فرستاد. او با شکست دادن خارجیان و سامان بخشیدن اوضاع منطقه در چشم حکومتداران و میان مردم محبوبیت پیدا کرد. پس از فوت صالح جاینشین او درهم ابن حسن نتوانست که میان لشکریان نفوذ و اعتبار پیدا کند. یعقوب با طرفدارانش از فرصت استفاده برده قسمی از دسته های غازیان را نیز به طرف خود کشید. اداره کشور را به دست گرفت و سال 861 سیستان را پره تصرف نمود. سپس حاکم کابل را با نیرنگ به هلاکت رسانیده بین سالهای 862 و 866 هرات، پوشنگ، بلخ، بامیان و فارس را از دست ماموران طاهریان بیرون کرد. سال 873 از فارغبالی محمد ابن طاهر آخرین امیر طاهری استفاده کرده دربار او را به سوی خویش جلب کرد و در محاربه سرنوشت ساز نیروهای آن را تارومار کرده پایتخت آنها را نیشاپور را به دست درآورد. یعقوب ابن لیث سال 879 چشم از جهان فرو بست. یعقوب لیث بزرگترین چهره سیاسی و قهرمان نبردهای استقلالخواه مردم خراسان و ماورالنهر بود. او بر ضد خلافت عرب 2 مراتبه لشکر کشید ولی هر 2 بار هم شکست خورد. یعقوب برادرش عمرو ابن لیث را جانشین خود اعلان کرد. سپاهیان را دعوت کرد که از او اطاعت نمایند. عمرو نخست به خلیفه عباسی نامه نوشته اظهار داشت که نسبت به عباسیان حسن تفاهم دارد. خلیفه در جواب فرمان حکومت فارس، کرمان، اصفهان، طبرستان، سیستان، عراق عجم و بغداد را به نام او صادر کرد. عمرو نیت داشت که ورزرود را هم زیر اطاعت خود آورد. یگانه حریفی که در قسمت شرقی خلافت هنوز از عمرو اطاعت نمی کرد اسماعیل سامانی بود. خلیفه مکار عباسی از قدرت یابی 2 سرکرده تاجیک جدا ناراحت بوده انتظار رقابت و درگیری نظام 2 سرکرده مشهور و 2 سلسله محلی بود. خلیفه هر 2 جانب را هم دستگیری کرد. کار را به جای رسانید که جنگ 2 سپهسالار تاجیک ناگزیر شد. با دستور خلیفه به عمرو مکتوب فرستاده شده سرزمین ورزرود که آن وقت حاکم آن اسماعیل سامانی بود به او میسپارد. همین طریق سال 899 و 900 میان عمرو و اسماعیل جنگ رخ داد. در این مبارزه اسماعیل سامانی توانست روحیه مردم ورزرود را بر مقابل عمرو برخیزاند. از تمام طبقه های اهالی در مبارزه بر علیه او استفاده نماید. در محاربه حل کننده که سال 900 رخ داد عمرو اسیر گردید و اسماعیل او را به بغداد فرستاد که همانجا از عالم درگذشت. در خصوص جنگ عمرو با اسماعیل 2 سرچشمه معتمد تاریخ بخارا و سیاستنامه معلومات می‌دهند، اما عجایبش در آن است که این 2 سرچشمه برعکس هم معلومات داده شده است. در تاریخ بخارا خلیفه به عمرو مکتوب می‌فرستد، در سیاستنامه باشد برعکس، لیکن هر 2 سرچشمه از شکست و اسیر شدن عمرو سخن می‌رانند. با اسیر شدن عمرو قدرت سفاریان به انجام می‌رسد. خلاصه پیدایش و از بین رفتن اولین دولت‌های ملی طاهریان و سفاریان در ورزرود و خراسان زمینه‌های معین سیاسی و ایدئوی را برای تشکلیابی دولت اولین مستقل تاجیکان سامانیان به عمل آورد. در این دوره موقع سیاسی خاندان سامان خدا در این سرزمین مستحکم می شود که از حکمرانی 4 برادران در 4 ولایت سر شده تا به تشکلیابی دولت ملی تاجیکان سامانیان آورده می رساند.